اطفال نازنین و دوست داشتنی، السلام علیکم. خدا کنه همه‌تان جور و صحتمند آمده باشین، درس نوتان را گوش کنید. درس خود را باز هم چطور شروع کنیم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. آفرین، شاباس، عالی یاد گرفتین. اطفال نازنین، درس امروز ما شما حرف صوت است. صوت هم مثل حروف دیگه در کلمات 3 صدا داره: سا، سی، سو. سا، سی، سو. مثل صوت در کلمه صراف 3 صدا میده: صوت، صراف، صراف. صوت، صراف. صراف کی را میگن؟ صراف امو آدم ها را میگن، چی مرد باشه چی زن، که پول تبادله میکنه. پول یک کشور و پول کشور دیگه تبدیل یا تبادله میکنه. مثلا افغانی را به دلار، دلار را به افغانی. این مرد شما ببینین که ماشین حساب امرایش هست، این طرف پولایش هست و این یک صراف است. و صراف به انگلیسی money exchanger میگن. money exchanger. صوت در کلمه صراف 3 صدا میده: صوت، صراف. صوت، صراف. صراف. صوت، صراف. و صوت در کلمه صحت 3 صدا میده: صحت. صوت، صحت. کلمه صحت به صوت نوشته میشه و 3 صدا میده: صحت. صحت به انگلیسی health میگن. health. شما ببینید در این ویدیو، اینجا این بچه یک مریض است، بالای چپرکت استراحت کرده، دکتر نزدیکش نشسته و برش نسخه نوشته میکنه و دکتر خانم دیگه هم عکسش میبینه، حتما مریضیش میبینه که چی مریضی داره. صوت، صحت. صوت در کلمه صحت 3 صدا میده: صحت. صوت، صحت. و به انگلیسی برش health میگن. health. و صوت در کلمه صوفی 3 صدا میده: صوفی. صوت، صوفی. صوفی کی را میگن؟ صوفی کس را میگن که به دربار خداوند همیشه به وقت و زمانش نماز میخونه، تسبیح میکنه، نام خداوند را یاد میکنه و قرآن کریم میخونه. این آدم به نام صوفی یاد میکنه. شما ببینید این آدمی که در اینجا نشسته بالای جای نماز در هوای آزاد نماز میخواند، تسبیح هم با خود داره، به دربار خداوند دعا میکنه. این یک شخصی صوفی است و به شخصی که صوفی باشه در انگلیسی هم صوفی میگن. صوت، صوفی. صوت در کلمه صوفی 3 صدا میده: صوفی. صوت، صوفی. صوت، صوفی. اطفال نازنین، درس امروز شما که حرف صوت بود به همیجا به پایان میرسه. خدا کنه که خوب یاد گرفته باشین که حرف صوت 3 صدا داره: سا، سی، سو. و کلمات هم یاد گرفته باشین. دیگه وقتتون پوره شد. خدا حافظ.